صلوات نداشت دوستا؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. روز صلوات و دعا و درود است. ماشاءالله خیلی عالی جناب استاد. و این اثر قشنگ دیگه ایران باید یک زمزمه کنیم. خط سلس است. بله خط سلس. خط سلس است. آیه مبارز تفسیر با خط نستعلیق. آجای نوری میخوای همی آیه را میره بخوانه. یک مقام از دوست داره میگه به مخوان نویسیش خط نستعلیق. چقدر زیبا ترجمه و تفسیر تفسیر آیت شریف. ماشاءالله. خب اینجا جناب استاد تصاویر دیگه هم از شما توضیحات داشته باشین. القرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. چقدر زیبا. و استاد اکبری می شما یک آیت را تلاوت قشنگه. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الله چقدر زیبا. قرآن و هنر حجین میشه و زیبایی میآفرینه. جناب استاد در چی مدت شما نوشته کرده؟ این نوعیت خط چی هست؟ در مجموع آثاری که خط میکنیم یک هفته دو هفته زمان میبره. ماشاءالله. طول میکشه و در این اثر هم 3 نوع خط کار شده. بله. خط دیوانی است. به خط دیوانی. خط دیوانی، خط نستعلیق، خط سلس به و ترجمهشون به خط نستعلیق. ماشاءالله ماشاءالله. چقدر قشنگ و زیبا جناب استاد. به نظر میرسه که اکثریت کارهایتون قرآنی باشه. بله. در ضمن نزدیک اشعار و مدایح و روایات می نویسید، کلام نغز می نویسید. به نظر میرسه که اکثریتش قرآنی باشه، چون از میانی تابلوها اکثریت مطلق شاید قرآنه. خوش به حال شما که با قرآن معنوسید. خیلی خوب. لطفتان زنده باشین. سلامت فرموده شما ما خودستایی نشد. قرآن کریم هم چند بار نوشتیم. بله. 6 بار ماشاءالله. کتابت کردیم. بله. ماشاءالله. بیشتر کارهای ما قرآنی است. الحمدلله. 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 ما هم ماه نزول قرآن. سورة الملک. در رابطه به این مزمل است. مزمل. ماشاءالله. درود بر شما جناب استاد. ترجمه هم داره آره؟ نوعیت خط چی هست؟ نوعیت خطش نسخ است. خط نسخ. ماشاءالله. با خط نستعلیق است. ترجمه خط نستعلیق. چقدر عالی. ماشاءالله. ماشاءالله. کم مینیاتوری شده. از هر انگشت شما هنر میباره جناب استاد. ماشاءالله. خدا هم شما طول عمر نصیب بکنه. و سوره متبرکه آیت الکرسی شریف است. ماشاءالله. با خط نسخ است و یا همزمان با اون سوره فاتحه شریف. بله. دیگه نیاز به مینیاتوری و تذیب داره. از چند سالگی جناب استاد آغاز کردین برای رشته خطاطی و خوشنویسی؟ چند سال از شما نوشته میکنین؟ خدمت شما عرض کنیم تقریبا 35 سال است. ماشاءالله. یک عمر. از جوانی و نوجوانی با می هنر مقدس و ظریف دیگه لطف خداوند شد که ما را لطف کرد با ما. ماشاءالله. و در ضمن ما 4 برادر هستیم. ماشاءالله. 4 برادر در همین هنرهای زیبا مشغول فعالیت هستیم. مشغول هستیم. به به از به. نوجوانی و جوانی دوره مکتب صنف 10-11 بودیم که شروع کردیم. ماشاءالله. دیگه تشویق استادای گرامی بوده در مکاتب و فامیل خانواده بوده. دیگه مصروف هستیم. ماشاءالله. درود بر جناب استاد گرامی. جناب استاد این نوشتن آیات قرآن عظیم الشأن چی تأثیرات روحی و معنوی داشته در زندگی شما؟ چطوری آغاز کردین با آیات شریف نوشتن؟ بله زنده باشین. همش عشق و محبت است. بله. وقتی خداوند لطف کنه در دل یک بندش بله. یک چیز رو لطف کنه، یک کار نیک، کار عشقش. دیگه عشقش هم میپرده.